بسم الله الرحمن الرحیم. مژده لطف است ز رب کریم. سلام علیکم خانم ها آقایان محترم، هم نفسای یاد خدا. الهی که حالتون خوب باشه، سلامت و تندرست باشین. پنجشنبه دیگر از راه رسید و مبحث مهم و اساسی و ریشه‌ای توحید و خداشناسی به کارشناسی استاد عزیزم محمدی شاهرودی عزیز، البته بعد از فاصله که میگیریم از دوستان رو برمیگردیم. بفرمایید یاد خدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اجازه بدید که سلام و خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد عزیز خودم. آقا سلام عرض کردم، خیلی خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالم هستید. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی ممنون، مخلص، شاکر منم از اینکه در خدمت شما و دوستان عزیز هم هستم. خیلی خوشحالم. محبت دارید. این از الطاف خداست، از نعمت‌های خداست. زنده باشید. ما در خدمت بندگان خدا باشیم خودش لطف بزرگی است. مخصوصا که خدمت هم خدمت بسیار ارزشمندی است. در زمینه تعلیم و تعلم بخواد کار کنه، در زمینه تفقه در دین کار کنه و گفتگو داشته باشه، این خیلی ارزشمنده. آقا امام صادق علیه السلام فرمودن تفقهوا فی دین الله لا تکونوا اعرابا. دین خدا رو یاد بگیرید، معرفت دینی پیدا بکنید که مهمترین بخش معرفت تفقه در دین همین آیت المحکمه هست که جزء فقه اکبره. ما 3 تا فقه داریم: فقه اکبر، فقه اوسط، فقه اصغر. و این معرفت الله اساسی ترین شاخه فقه اکبره. تفقهوا فی دین الله ولا تکونوا اعرابا. دین خدا رو بشناسید، اعرابی نباشید. جالب، تمدن، رفاه، رقا، رشد از نظر امام صادق علیه السلام در معرفت دین، در دین شناسی است، نه در برهنگی، نه در تجمل گرایی، نه در از این قبیل که معمولا کشورها میان متمدن، افراد میان متمدن که با حیوانات خیلی فاصله ندارن، چون اصلا متمدن. نه، تمدن اینه که انسان بفهمه که مبدأش کجاست، مقصدش من کی هستم، انسانیتشو بفهمه، فلسفه وجودیشو بفهمه، برای چی خدا منو خلق کرده، اصلا کی ما رو خلق کرده، برای چی خلق کرده، از ما چی میخواد. بعد فرمود که فإنه من لم یتفقه فی دین الله لم ینظر الله الیه یوم القیامه. اگر کسی معرفت دینی نداشته باشه، خدا در روز قیامت به اون نگاه رحمت نخواهد داشت. ولم یزکی له عملا، اعمالشو پاکیزه نمیکنه. و اعمال ما هیچ کدام به درد بخور نیست مگر اینکه تزکیه خدایی دنبالش باشه. خب حاصل این بحث‌های ما در واقع این تفقه در دین هست و این لطف خداست. هم در خدمت بندگانش بودن افتخار است و نعمت، همین که موضوع این خدمت هم باز نورون علی نور. الحمدلله رب العالمین. گفتن این موضوعات، این حرفا، خوبیش اینه که بدونیم اگر راه درست نریم، خدا رو درست نشناسیم، به تبع اون انسان رو درست نشناسیم، به کجاها آدم میکشه واقعا. پناه بر خدا. خب به نظرم خیلی موضوعات، فرایندها، پدیده ها، اتفاقات مهم، مقوله های مهم توی آموزه‌های دینی ما، تو روزگار ما، توی زندگی هامون در طول تاریخ تا به حال مراحل و مراتبی داشته و دارند. چه برسه به موضوع مهمی مثل معرفت الله، شناخت خدا، حتما مراتبی داره. اگر صلاح بدونی راجع به این موضوع از شما بشنویم. بله همینطوره. معرفت الله هم مراتبی داره که 3 مرتبه ممتاز میشه براش تصویر کرد. یک، اون مرتبه واجب، اونجایی که ضرورت داره هم عقلاً، هم نقلاً، هم وجداناً که انسان خدا رو بشناسه. واجب و ضروری است. در اون حدی که انسان معبودش رو بشناسه که من کی رو عبادت میکنم، برای کی نماز میخونم، برای کی روزه میگیرم، این دیگه اون حد اقل است که واجبه. کسانی که این حد نداشته باشن در واقع تکلیفشون انجام ندادن، در واقع اون عقل رو زیر پا گذاشتن، چون عرض کردم هم واجب عقلیه هم واجب شرعیه. این یک درجه، یک مرتبه که مرتبه معرفت واجب باشه. مرتبه دوم مرتبه معرفت مستحب.
که ما معتقدیم که پیروان اهل بیت باید تو این مرتبه هم یک کم بیان. نمیگیم تا آخرش بیان چون آخری ندارم، یک کم بیان اینجا هم اون حد واجب بسنده نکنن. گرچه خیلی از ما تو همون حد واجبش هم مشکل داریم، اما پیروان اهل بیت با توجه به این منابعی که دارن، با توجه که نهج و بلاغه دارن، اصول کافی دارن، با توجه به اینکه توحید مرحوم شیخ صدوق دارن، اینا باید توی مرتبه دوم هم بیان که مرتبه مستحب باشه. حالا تا هر حد دیگه افراد فرق میکنه. مرتبه سوم معرفت حرام خداست. اونجایی که دیگه نباید وارد شد، اونجا حوزه ممنوعه هست و خط قرمزی است که انسان نباید از اون خط قرمز عبور کنه. خب اینجا این سوال مطرح میشه یعنی چه؟ علم ممنوع باشه، معرفت ممنوع باشه، چرا نباید انسان بفهمه؟ چرا انسان نباید یاد بگیره؟ خود معرفت پیدا بکنه دیگه. درسته. چی بگیم نه تو حق نداری بفهمی، محرمات رو بشناسه. نه این که بگیم که اینجا این معرفت قدغنه. خب معرفت که نمیتونه قدغن باشه. معرفت که انسان بگه شما بله این معرفت الان قدغنه، نباید شما این معرفت رو پیدا کنید. بله اینجا چرا؟ همین نباید اینجا وارد بشید. اما اینکه چرا؟ چون اون مرتبه که میگیم حرامه، اون مرتبه است که انسان بخواد پی به ذات خدا ببره، بخواد به چگونگی و ماهیت خدا پی ببره. اینجا قدغنه. چرا؟ چون خدا ماهیت نداره، خدا چگونگی نداره که ما بخوایم چگونگی بشناسیم. وقتی انسان وارد، ما افراد دیگه موجودات دیگه هم بشناسیم، با ماهیت میشناسیم. به ما میگن الانسان ماهو، انسان چیست؟ بله میگیم حیوان ناطق. دو بار خط میکشیم دورش، محدودش میکنیم. اول میگیم حیوانه، پس دیگه جماد نیست، نبات نیست، فرشته نیست، جن نیست، حیوان. بله. بعد یه خط دیگه هم میکشیم، باز کوچیک‌ترش میکنیم، میگیم ناطقون. هر حیوانی نه، حیوان عاقل. آیا خدا رو میشه دورش خط کشید محدودش کرد؟ نه. پس خدا ماهیت نداره چون حد نداره. از سه حال خارج نیست. یا اینکه انسان هرچه فکر میکنه به جایی نمیرسه، سرگردان باقی میمونه و آخرش دم از پوچی و بیهودگی میزنه. در روایت داریم که من تفکر فی الله کیف هو لا یزید تفکر فی الله الا تیها. فکر درباره ذات خدا تنها مال به سرگردانی و تو بیابان به انتهای انسان سرگردان میشه. چرا؟ چون هرچی فکر کنی به جایی نمیرسه، چون دنبال چیزی میگرده که وجود نداره. یا اینکه نه، فکر میکنه بعد تو ذهن خودش یه موجود محدودی رو خلق میکنه، اسم نمیذاره خدا. اون مخلوق ذهنش رو خالق تصور میکنه، چون ماهیت دیگه تا محدود نکنه که نمیتونه بشناسه. در واقع داریم که من تفکر فی الله کیف هو الحد، دچار بیدینی میشه، از دین خارج میشه، از این حیث منحرف میشه. یا اینکه نه، انسان از کنم که هرچه فکر میکنه فکرش به جای نمیرسه، انکار میکنه، میگه نیست. اگه بود من میشناختم دیگه. از این سه احتمال هر کدامش پیش بیاد انسان هلاک شده دیگه. چه مخلوق ذهن خودش رو خدا بدونه که الحاد میشه، چه سرگردان بمونه که تیه میشه، چه انکار کنه که کافر میشه که خدا رو انکار کرد. چون اون چیزی که میخوایم ما درباره خدا اون ماهیت رو نداره. حالا من انسان رو گفتم، از ما بپرسن که جبرائیل چیست؟ ماهیت جبرائیل مثلا چیه؟ میگه ملکون مقرب. دوبار درش خط میکشیم. اول میگه ملک، پس انسان نیست، جن نیست، گیاه نیست، حیوان نیست. بعد میخوام هر ملکی هم که نیست، ملک مقربه. این خط دوم باز رو معرفی میکنه. خب چون که خدا از این حیث قابل محدود کردن نیست، پی به کنه ذات خدا بردن هم ممکن نیست
نه عقل میتونه اینجا وارد بشه، نه دل میتونه وارد بشه، نه هیچ راهی انسان برای ورود تو این حوزه نداره و لذا این اون حوزه بود ما گفتیم که حرام است و نباید وارد شد. حوزه‌ای که همین تکنه باشه. روایت در این باره خیلی زیاد داریم. مثلا میگن که تفکروا فی آیات الله ولا تفکروا فی ذات الله. مثلا از این دسته زیاد داریم که جهتش هم اینه که انسان با تفکر در ذات خدا کسب کردن یکی از این سهالت پیش میاد. پس این حوزه‌ای که ما گفتیم که باعث میشه که انسان دوچار گفتیم که قدغن هست، حرام هست، جهتش اینه. بعضی خیال میکنن که خواهد جلو فکر رو بگیره. نه، فکر کنید، منتها بدونید که جایی دارید فکر میکنید که حقیقت نداره. گفتیم ماهیت یعنی چگونگی، در حالی که خدا چگونگی نداره. ماهیت او انیت او وجود است، وجود محضه. و یکی از مراتب توحید هم همینه، چون بقیه موجودات یه زوج ترکیبی هستن. بله. مثلا جبرائیل یکی بیشتر نیست، اما خود این یکی از دو حیث تشکیل شده. یک، آیا جبرائیل هست؟ دو، جبرائیل چیست؟ درباره جبرائیل مثلا رخش رستم، آیا رخش رستم وجود دارد؟ دو، چجوریه؟ چه خصوصیتی داشت؟ هم وجود هم ماهیت. درباره خود متعال دیگه این چیستی رو نداریم. یه چیزی بپرسم، تو بخش سوم که جستجو کردن و فکر کردن درباره چگونگی ذات و ماهیت خداست، ما بر حذر داشته شدیم. تو بخش دوم و اول که مستحب و واجب بود، اونجا دقیقاً ما دنبال چی هستیم؟ دنبال خدا هستیم، منتها خدایی که ماهیت نداره، خدایی که هستی محضه، وجود بحته. دنبال اون خدا هستیم که خودش معرفی کرده، خدایی که نهج البلاغه معرفی کرده. اون خدا ماهیت نداره. اینجا دنبال ماهیت می‌گردیم. خب متوجهم. اون چرا بخش اول واجب، بخش دوم مستحب هم یه توضیح میدی؟ چون اون بخش اول اون حد اقل است که وقتی ما می‌خوایم خدا رو عبادت کنیم، این که قربتاً الی الله یا برای انجام فرمان خدای عالم، ببین خدایش من میگم کیه در این حد. ابتداییات از خدا، در این حد خالق، که این مبتنی بر فطرت انسان هم هست. یعنی تو فطرت انسان هست این حد از معرفت الله. مستحب چه وسعتی رو در بر میگیره؟ دیگه افراد فرق میکنه، یک مرز از زمین تا آسمان. این خیلی دیگه گستره وسیع. خب یکی مثل امیرالمومنین، معرفتی که اون نسبت به خدا داره، بعد امامان و بعد از خودم شاگردان حضرت که بعضیشون در معرفت الله به جای بالا، اون دیگه خیلی فرق میکنه. بله. خیلی خوب، دست شما در نکنه. یه سوالم برام پیش اومده بعد از اینکه رفتیم اومدیم بپرسم. اشکال نداره؟ کلا اجازه میدین ما بریم؟ بله. پیش و پچی دست شماست. فرمان دست شماست. من یه وقت بیادبی نکنم. با اجازه شما بفرمایید. خواهش می‌کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. یه سوال برام پیش اومد با توجه به توضیحات استاد محمدی شاهرودی. میخوام با شما جواب اشتراک بذارم. به قول امروزی‌ها نمیدونم حالا چقدر ربط داره. این فرمایش امام رضا علیه السلام که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، مربوط به همون قسمت واجبه یا مستحب؟ واجبه. همون اولیه قسمت واجبه، هر کس بیاد وارد اون دژ محکم شده. بله. پیامبران هم اولین حرفشون و اولین چیزی پیامبر میفرمود نمیگفت نماز بخونید، زکات بدید، مفته بگیرید. نه، قولوا لا اله الا الله تفلحون. لا اله الا الله در واقع همون این معبود و این کسی که تنها او شایسته عبادت هست، تنها او شایسته اینه که انسان بخواد واله و شیدای او باشه. بله. این یکی بیشتر نیست. جز او هیچ الهی نیست، هیچ معبودی نیست، هیچ معشوق شاید کلمه درستی نباشه، معلوهی نیست. این معنای این جمله این هست. خیلی این برمیگرده به وجود، نه به ماهیت. بحث ماهیت درش نیست. درست. این وجود یک وجوده
و چون حد نداره تکرر و تعدد هم معنا نداره که بعدا در این ان شاءالله صحبت کنیم. انشاءالله. در خدمت. بله. خب بس ما در رابطه با مراتب معرفت خدا بله این واجب حدی که مستحب و اون بخش که مقدار کافی شد. اما این که حالا ما از چه راههایی میتونیم خدا رو بشناسیم، باز یه سواله. این که آثار و ثمرات معرفت باز یک سوال هست. این که خدمتتون عرض کنم که حالا وارد این بحث بشیم اصلا چه دلیل خدا وجود داره. این بحث بندازم بحث خوبی، حالا شما انتخاب کنید کدام بحث بندازم. به نظرم هم شما تشخیصتون از بیمار دارین میپرسین، شما پزشک حاضر شما هستین، شما تشخیص بدین کدومش الان مناسب تره. به نظر همین اثبات وجود خدای متعال خیلی خوب اول اثبات بشه. البته این بحث شاید طول بکشه، اشکال نداره، راههای مختلف، ولی حالا شروع میکنیم دیگه. این برنامه شروع میکنیم، ادامه میدیم انشالله. انشالله. خب عده خدا رو انکار میکنن. حقیقت اینه که انکارشون هم انکار عقل، هم انکار فطرت، هم انکار بدیهیات، ولی متاسفانه حرفاشون با توجه به این تکنولوژی و فضای مجازی و کار میکنن، انیمیشن میسازن، نمیدونم اتاق فکر دارن، شبهات خیلی حساب شده رو طراحی میکنن. شما آقای قبا میدونید که شبه ویران کردن اون هندسه ذهن افراد رو خراب میکنه. بله بله. خراب کردن هم کار سختی نیست، تخصص لازم نداره، هزینه ای نداره. شما یه ساختمان 20 طبقه رو خرابش کنید، یه بوردیزل میاد یه تکونش میده خراب میشه. نه تخصص داره اون راننده، نه دکتره، نه مهندسه، اصلا رانندگیشه یه تکون میده. چهار تا دینامیت چهارگوشه این ساختمان کار میذارید، به یه بچه میگید کلیدو بزن، چند لحظه بعد یه تله خاکستر باقی. ساختمان 20 طبقه‌ای که شاید چند سال زحمت کشید همین ساختش. اما حالا بخواید ساختمان ساخته بشه، الغای شبهه ویران کردن ساختمانه، پاسخ به شبهه ساختن این ساختمانه. اون ساختمان میخواد ساخته بشه، تخصصهای متعدد لازم داره. مهندس میخواد، بنا میخواد، گشتکار میخواد، سیمانکار میخواد و هزینه زیادی داره، وقت زیادی میبره، خون دل خوردن داره. این ساختمان 20 طبقه ساخته بشه خیلی زحمت داره. همینطوره دیگه یک نفر نمیتونه این کارو بکنه، یه تخصص نمیتونه بکنه. یه بنا داشته باشیم کافیه؟ نه، تخصصهای متعدد باید داشته باشیم. پاسخ به شبهه هم اینجوری است. اونا ذهن‌ها رو خراب میکنن، اون هندسه ذهن رو به هم میریزن، ویران میکنن. وقت پاسخ دادنش بسیار کار دشواری است. اول اون پاسخگو باید حداقل 7-8 تا علم رو، بعضیش در حد اجتهاد دکتری، بعضیش هم در حد آشنایی کامل، مثلا باید با منطق آشنا باشه، فلسفه رو در حد متوسط حتما بدونه، در کلام مجتهد باشه، روانشناسی مثلا روانشناسی تربیتی کار کرده باشه، با جامعه شناسی آشنا باشه، ادبیات فارسی و ادبیات عربی رو وارد باشه، صرف و نحو و لغت و نمیدونم همه اینا که داشته باشه، اون وقت ممکنه بتونه یه شبهه رو پاسخ بگه. خب اینا که میان این کار رو میکنن الان گز کردن، یک حالا شکلک بگیم مثلا یک انیمیشنه، میاد ذهن‌ها رو خراب میکنه خیلی راحت. وقت جوان ما، نوجوان ما، حتی بالاتر، ذهن خراب میشه. وقت ساختن این ذهن دیگه این سادگی ها نیست. همینه که به همین دلیل ما عیبی نداره که اینجا بیشتر وقت بذاریم، یعنی برای اثبات وجود خدا، بله اینکه خدا هست، وقت بیشتری بذاریم. اینکه اساس و ریشه همین عقاید هست، مخصوصا خداشناسی، بقیه‌اش روبناست. مثلا همین نمیدونم چقدر این مثالم تشبیه هم درسته، اگر غلط بود حتما بگین. مثل مملکت خودمون، نظام ولاییمون، دشمن هر کاری کرد دید نه نمیشه، من باید اون اصل ولایت فقیه رو بزنم که تو شعارها کم کم اومد توی مملکتمون.
اون ریشه رو باید بزنم تا دیگه همه چی درست شه. هم بنیان رو، اساس رو، اونو باید. آره بنیان و اساس. حالا اینجا هم دیدن که نه، همین خدا شناسی رو باید زد، اثبات خدا رو باید زد. بله. دیگه بقیه‌اش دیگه حل میشه. خوب شد ما تبیین معرفی موضوع شد و علت چرایی طرح این موضوع از قدیم الایام شما مون برای هفته آتیه انشاءالله. خود این یه هفته آینده هم میره جزو اون از قدیم الایام. آقا ببخشید.